بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران، پیروزی دنیا و پیروزی آخرت هر دو در دست خداوند است. خداوند در ذات خود پایان ندارد، خداوند در صفات خود پایان ندارد. هم خودش لامحدود و هم صفاتش لامحدود است. خزانه های خداوندی نیز لامحدود هستند. زمین، آسمان، بحر و بر، همه و همه آنچه که در نظر آید یک ذره از خزانه هایش هستند. یک ذره از انعامش جنت است، یک ذره از عذابش دوزخ است. یعنی یک ذره نمونه رحمت او تمام بهشت ها هستند و یک ذره نمونه عذابش تمام دوزخ ها هستند. امروزه ذهن ما به ما میگوید که همه مشکلات از بیمالی است. از مال همه مشکلات حل میشوند. اگر پول نداشته باشیم با مشکلات روبرو میشویم. این ذهنیت امروزه ما است که به ما درس فوق را داده است، ولی خداوند ما به ما ارشاد کرده است که همه چیز از خیر و شر از من است. کسی را که من خیر بدهم هیچ قدرتی نمیتواند مزاحم او گردد. این یرید که بخیر فلا راد لفضله، و کسی را که من مشکلات دهم نیز هیچ قدرتی نمیتواند او را نجات دهد. مشکل اینجاست که تا زمانی که امور دنیا را بر امور آخرت مقدم داشته باشیم هدایت از ما بعید است، و هرگاه امور آخرت را بر امور دنیا ترجیح دادیم آنگاه در کنار هدایت قرار داریم. علتش این که دین و دنیا را که ذرتین مثال دادند. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی امور دنیا و امور آخرت همانند دو زن در عقد نکاح یک شوهر هستند. رضایت یکی خشم دیگری می شود که به جز ضربه زدن بر یکدیگر فکر دیگری ندارند. همچنین امور دنیا و امور آخرت یکدیگر را ضربه میزنند، به شرطی که اگر صاحب اینها غفلت ورزد. پس باید ما از دین و دنیای خود غافل نباشیم، هر دو را به منزل مناسبش نگه داریم. سپس باید در راه خدا مهنت کشید تا ذهنیت ما از مخلوق به سوی خالق برگردد، چون تا ذهنیت کسی درست نشود هیچ قدرتی او را بر هدایت نمیتواند بیارد.